در زندگی مردم هر کشوری فراز و نشیب‌های تلخ و شیرین زیادی پدید آمده است که در برگیرنده تاریخ مردم آن مرز و بوم است. بر این پایه در شادی روزها جشن و شادمانی برپا می دارند و از قهرمانان ملی خود به نیکنامی یاد می کنند و به گرامی داشتشان کتاب‌ها می نویسند و پیکره های سرداران و بزرگ مردان میهن خود را در میدانهای بزرگ شهرها برپا می دارند و نام غرور آفرین آنها را بر روی فرزندان خود و خیابانها، میدانهای شهرها، پادگانهای ارتشی، دانشگاهها و دانشکده‌ها می‌گذارند. همپای آن نیز شکست روزها و دشمنان میهن و فرهنگ خود را از یاد نمیبرند، از راه‌های گوناگون می‌کوشند تا در یادها زنده نگاه دارند که به دست فراموشی سپرده نشود. اما در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین احمقانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کند. آیا ما مشغول یک خودزنی ملی فرهنگی هستیم یا این وقایع به دلیل فقدان شعور و خرد به وقوع می پیوندند؟ در این ویدیو در مورد 3 سردار عرب که فجیع ترین جنایت ها را در جریان حمله به شهرهای ایران انجام دادند و در نهایت در جنگ کشته شدند و امروزه مقبره آنها به زیارتگاه و محل عبادت هموطنان ما تبدیل شده است. در ایران امروز ما که به جای سرداران جانباخته بر میهن ما نامهای ننگین کشندگان آنها را بر شهرها، میدانها، دانشگاه‌های ما نهاده اند و ما را وادار به ستایش از روان آنها می نمایند، آیا می توان از کنار چنین رویدادهای تلخ و دردناکی گذشت و خفت دشمن پرستی آشکار را نادیده گرفت و خود را ایرانی دانست؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول 2 قرن سکوت نوشته عبدالحسین زرینکوب. کتاب دوم تاریخ سیستان تصحیح ملک الشعرای بهار. کتاب سوم تاریخ سیستان از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان نوشته کلیفورد ادموند. و کتاب چهارم تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. اولین مقبره متعلق به محمد ابن جعفر ابن ابی طالب است. محمد ابن جعفر ابن ابی طالب فرزند جعفر طیار، برادرزاده علی ابن ابی طالب و یکی از فرماندهان سپاه عمر در حمله اعراب به ایران پس از تصرف شوشتر، لشکر اسلام در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسلام خودداری کرده بودند گردن زدند. محمد ابن جعفر طیار در صدر اسلام در تهاجم به ایران حاضر شد و در جنگ شوشتر زخم برداشت و بر اثر همان زخم در 7 کیلومتری شهرستان دسفول کشته و به خاک سپرده شد. در شهر دسفول آرامگاه یکی از سرداران دلیر ایرانی نیز وجود دارد که در راه دفاع از خاک و ناموس این کشور تا آخرین نفس جنگید. آرامگاه یعقوب لیث صفاری یا همان رادمان پورماهک. او با گردآوری دلاوران سیستان و دیگر نقاط ایران زمین به جنگ با خلیفه می پردازد و تمامی سیستان و خراسان تا ماوراء النهر و مازندران و گیلان و ری و اصفهان و فارس و کرمان تا قسمتی از خوزستان را از تسلط متجاوزان عرب مسلمان آزاد می کند. یعقوب در فرمانی به تمام نقاط ایران زبان عربی را حذف و زبان پارسی دری را رایج می کند تا بعدها ما شاهد ظهور عارفان و شاعران بسیاری در فرهنگ و ادب ایران همچون فردوسی و مولوی
و نظامی و حافظ و سعدی باشیم که چگونه از رونق و گسترش زبان پارسی پاسداری کردند. اگر یعقوب لیث صفاری چون این کار عظیمی برای زبان و ادب پارسی انجام نمیداد، کشور ما هم امروز مانند تمامی کشورهای شمال آفریقا، مانند مصر، لیبی، مراکش و غیره، عرب زبان بودند. خلیفه که تجربه برافتادن خاندان بنی امیه به دست ایرانیان را داشت، هراسان پیکی به سوی یعقوب میفرستد و میگوید تمامی نقاطی که در ایران تصرف کردید از آن تو باشد، ولی مرا به خلافت مسلمین بپذیرید. یعقوب لیث صفاری نان و پیاز و شمشیری را در یک سینی میگذارد و در پاسخ به خلیفه چنین میگوید: تو یک متجاوز به خاک ایران هستی و در مقامی نیستی که ملک ایران را به ایرانی ببخشی. من یک رویگرزاده ایرانی هستم، غذای من ساده است، نان و پیاز، ولی پاسخ من به متجاوزی مانند تو به خاک ایران، هرچند خود را خلیفه مسلمین بخواند، این شمشیر است. اکنون قبر این دو نفر چنان تفاوتی با هم دارند که هر کس که تاریخ نداند و نخوانده باشد گمان می کند که یعقوب متجاوز به این کشور بود و محمد ابن جعفر مدافع. اگر وقت کردید و گذرتان به دسفول افتاد، حتما به قبر این دو نفر سر بزنید. قبر محمد ابن جعفر در غرب دسفول با شکوه و عظمت خاصی همه روزه پذیرای زائرانی است که اجدادشان را به خاک و خون کشیده و به نوامیسشان تجاوز کرده است. و در شرق دسفول در مسیر جاده شوشتر قبری مخروبه و دور افتاده، قبری که اکثر مردم شهر او را نمی شناسند. در این قبر یکی از شجاعترین، متعصبترین و وطن پرستترین فرماندهان تاریخ این سرزمین، یعقوب لیث صفاری، آرمیده است. برخلاف آرامگاه مخروبه یعقوب لیث صفاری که در راه وطن و دفاع از ناموس ایرانی جان فدا کرد، آرامگاه محمد ابن جعفر طیار که با ایرانیان جنگیده و در بردگی گرفتن زنان ایرانی و تجاوز به آنها به دستور عمر ابن خطاب نقش اساسی داشته و در نهایت در جنگ کشته شده است، امروز به لطف نزورات هممیهنان ما برپا و استوار می باشد و در مقابل مقبره دلاور سیستانی که تا آخرین نفس برای دفاع از نام ایران و ایرانی جنگید، امروزه مخروبه‌ای بیش نیست. دومین مقبره متعلق به ابو محجن ثقفی است. ابو محجن ثقفی یکی از سرداران سپاه اسلام بود که در جنگ‌های سپاه اسلام با لشکریان ساسانی، جنگ قادسیه، جلولا و نهاوند شرکت فعال داشت. وی اهل طائف عربستان بود و در سال 9 هجری با قبیله اش به اسلام گروید. عبدالحسین زرینکوب در کتاب 2 قرن سکوت می نویسد: فاتحان گریختگان را پی گرفتند، کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه‌ای بود که تنها 300,000 زن و دختر به بند کشیده شدند. 60,000 تن از آنان به همراه 900 بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان دربند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیار بر جای نهادند. ابو محجن در جنگ قادسیه که ابتدا پیروزی با لشکریان ساسانی بود، باعث پیروزی و غلبه سپاه اسلام شد. برای نمونه در کتاب اخبار التوال در شرح فتوحات اسلامی مربوط به دوره خلافت عمر آمده است: ابو عبید با مردم به سوی ایرانیان رفت. ابو محجن ثقفی را که پسر عمویش بود به فرماندهی سواران گماشت و خود در قلب سپاه ایستاد. ایرانیان به آنان حمله بردند و جنگ در گرفت و ابو عبید نخستین کس بود که کشته شد.
سعد بن ابی وقاص پیاده نظام را به فرماندهی قیس بن عدی واگذاشت و خود همراه زنان و کودکان در قصر قادسیه ماند. ابو محجن ثقفی هم چون شراب نوشیده و میگساری کرده بود در همان قصر زندانی بود. دو گروه به یکدیگر حمله بردند. ایرانیان شروع به تیراندازی کردند و گروه بسیاری از عربها مجروح شدند. ابو محجن به یکی از کنیزان سعد بن ابی وقاص گفت: مرا از این بند رها کن و برای تو به خدا سوگند میخورم که اگر کشته نشدم به همین زندان برمیگردم و بند بر خود مینهم. آن کنیز چنان کرد و او را بر یکی از اسب‌های ابلق سعد بن ابی وقاص نشاند. ابو محجن از پهلوی راست سپاه مسلمانان خود را به محل جنگ رساند و شروع به حمله و شکافتن صفهای ایرانیان کرد. امروزه در حالی که بسیاری از آثار باستانی کشورمان در معرض نابودی است، برای مردی لاتولود و دائم الخمر که تنها افتخارش قتل عام ایرانیان در دریاهایی از خون بیگناهان است تبلیغ می کنند و مزارش را مقدس جلوه می دهند و مردم هم طبق معمول در دور و اطراف دخیل می بندند. مزار ابو محجن ثقفی سردار سپاه اسلام در جنگ قادسیه در شهر سرکان، یکی از شهرهای استان همدان قرار دارد. بسیاری از مردم معتقدند که این سردار کرامات و معجزه‌های زیادی دارد و بسیاری از بیماران لاعلاج را شفا داده است. در جنگ قادسیه 30,000 سرباز ایرانی به خاک و خون غلتیده و سردار دلیر رستم فرخزاد آذربادگانی با پیکری چاک چاک جان می‌دهد. سومین مقبره متعلق به نعمان مقرن است. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروزه از آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست، اما طی رویدادی عجیب مقبره یکی از فرماندهان عرب به نام نعمان ابن مقرن که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شد، امروز با عنوان آرامگاه بابا پیر به زیارتگاه هموطنان ناآگاه ما تبدیل شده است. جنگ نهاوند دومین جنگ بزرگ اعراب و ایرانیان پس از جنگ قادسیه بود. اعراب پیروزی در این جنگ را فتح الفتوح می نامند، چرا که پس از آن تمام شهرهای ایران در مقابل لشکر متجاوزین بیپناه ماند و به زودی کل ایران زیر سم اسبان تازی لگدمال گردید. از این زمان بود که در هر شهر گردن مردان و سربازان ایرانی به زیر تیغ رفته، دختران ایرانی اسیر و در بازارهای برده فروشان به فروش رسیدند. به پسران نوجوان تجاوز شد و زنهای شوهردار از دامان خانواده دزدیده شده و میان سران عرب تقسیم شدند. نعمان ابن مقرن و دیگران نمایندگان استعمار عرب بودند، ولی در یک روند پیچیده تاریخی و روانی به سروران ایرانیان تبدیل می شوند. ایرانیان از خود بیگانه شده و تسلیم غارتگران و متجاوزان شده و آنها را در دل و قلب خود جای دادند. بر ایرانیان چه گذشت؟ چرا ایرانی به سقوط تن داد؟ به امید روزی که هر ایرانی چنان بیدار و هوشیار گردد که میهن و فرهنگش را برتر از هر دین و مذهب و همچون جان شیرین دوست داشته باشد. پاینده ایران برافراشته با درفش کاویانی سرخ و زرد و بنفش.